همه فکر میکنن که سیستان بلوچستان منطقه محرومیه. منم فکر میکردم سیستان بلوچستان منطقه محرومیه، ولی وقتی که وارد سیستان و بلوچستان شدیم اینجا رو واقعا ثروتمند دیدیم. اینجا ثروت همه جا ریخته. خیلی ها تلاش کردن به مردم اینجا کمک کنن ولی روششون اشتباه بوده. اگه بخوام با مردم سیستان بلوچستان هم در مورد این قضیه صحبت کنم، چیز ساده بهتون میتونم بگم. تا کی میخواید با خاطراتتون زندگی کنید از این منطقه؟ با خاطرات زمانی که اینجا سرسبز بوده؟ بله همه میدونیم اصلا اینجا یه زمانی دریا بوده حتی. آره؟ بعد خب آب زیاد بوده. ما خیلی وقت اینجا خشکسالی داریم. تا کی میخواید با خاطرات این زندگی کنید؟ همه موجودات توی عالم هستی خودشون با شرایط تطبیق میدن. ما هم باید این کارو بکنیم. این مردم این منطقه باید این کارو بکنن. شما دارید خیلی کارهای عجیبی انجام میدید. منطقه زراباد رو ببینید. فکر میکنید باغ‌های استوایی و موز زراباد تا کی میتونن وجود داشته باشن؟ زمین‌های زراباد تا کی میتونه فشاری رو که به خاکش میاد تحمل کنه؟ منابع آبی زراباد تا کی میتونه آبی رو که برای باغ‌های زراباد نیازه تامین کنه؟ انتظار دارید اون چیزی که میخواید برداشت کنید، در صورتی که شما باید اون چیزی که زمین به شما میده برداشت کنید و به زمین کمک کنید تا اون چیزی که به شما میتونه بده رو بهتر در اختیارتون بذاره. بخش جالبش همینه. من تو قسمت آقایونم و بعد خانومم که از اون طرف برمیگرده یهو میبینم که انگشتا حنا شده است، دستا همه طرح و نقش داره، پا طرح و نقش داره. اصلا یه همسر جدید تحویل میگیرم من. خیلی استقبال کردن از حضورمون، حتی در این حد که لباس بلوچی به من هدیه دادن و خب اینو من پوشیدم و بسیار نقوش سنتی، سوزندوزی‌های خیلی زیبا، خیلی خیلی قشنگ. توی مراسماتشون کلا لباسایی که استفاده میکنن پایبندن به اون آداب و رسوم، سنت‌هاشون. کاش میشد توی کل ایران هم این شکل باشه واقعا، که پایبند باشن به این قضیه. صبح عروسی پا میشن و نون روغنی درست میکنن. این نون حالت دولایه هستش و وقتی که تبخ میشه فوق‌العاده میشه. یه مقدار اینجوری پف میکنه ولی خب با ضربه هایی که میزنن روش اون پف از بین میبره و فوق‌العاده است. با چای شیرین میل میکنن همه چیز اینجا جذابه، همه چیز جدیده، واقعا از چراغ جادو داره میاد بیرون همه چیز. وقتی درباره بومگردی صحبت میکنیم الان تو این دوره میبینیم که یه عده‌ای راه میافتن، مثلا فرض کنید توی روستا میره خونه قدیمی پدرش رو که مثلا رها شده بوده رو تعمیر میکنه، مرمت میکنه ببخشید، و بعد یه سری مهمون رو اونجا قبول میکنه، توریستا رو میاره اونجا، ازشون پذیرایی میکنه و اونها هم یه سری بودجه در اختیار اون صاحبخونه میذارن. این میشه یک کار اقتصادی گردشگری به عنوان بومگردی. بومگردی این نیست. بومگردی یعنی که شما برید توی اون خونه و صبح زود که اون کشاورز یا باغدار بلند میشه بره سر زمینش یا باغش، باید باهاش برید سر زمینش، باید بری اونجا تو کاراش بهش کمک کنی، باید بری و اونجا لذت یک روز زندگی کردن به عنوان یک باغبان، لذت یک روز زندگی کردن به عنوان کشاورز، لذت یک روز زندگی کردن به عنوان یک دامدار، به عنوان یک ساربان شتر و لذت زندگی کردن به عنوان یک ماهیگیر. این لذت ها رو باید شما تجربه کنید. مردم فکر میکنن وقتی شورای یه روستا رو انتخاب کردن دیگه همه کارهای اون روستا به دست شوراست. رفتم توی منطقه میبینم که زباله کوچه ها رو برداشته. میپرسم چرا کوچه تو تمیز نمی کنی؟ میگه این کار باید دهیاری انجام بده. ما هم مسئولیم. فکر نکنید فقط شهردار مسئوله، شورای شهر مسئوله، من مسئولم، شما مسئولید. پس اینقدر نگید مسئولین باید کاری بکنن. ما باید کاری بکنیم چون ما هم مسئولیم. بعد اون وقت انتظار میتونیم داشته باشیم مسئول هم برای ما کاری انجام بده. شما به یه مسئول هم وقتی مراجعه میکنی
میگه باید تغییرات ریشه‌ای اتفاق بیفته، از جوامع محلی اتفاق بیفته. یعنی مسئولینم اینجوری میگن. خب من خودم شخصا به این عقیده‌ام که مردم باید تغییرات رو و تطبیق‌ها رو در خودشون ایجاد کنن و مسئولین از دل همین مردم که میان بیرون میتونن حالا درک کنن این جریان رو.